بچه امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه. امیدوارم هرچه کسی حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیو گیمینگ، اومدیم با فورتنایت، اومدیم بتل ساده، میخوایم بریم اسکای بیس. اگه وین نکنیم مجازات میشیم. خب بچه یکی از قانون این ویدیو هم اینه که تا 60 نفر باید ما اسکای بیسمون رو یعنی شروع بکنیم. ببین تو شهری دو یا دو تا دو رو بزنیم سری. من میگم من لوتاشون رو بگیریم. من میخوام اول چیز کنم. خب بابا اگه بریم گوش کن، اگه بریم لوتاشون رو بگیریم خب میتونیم متاشون رو میگیریم میریم. بیا بذار اول من مجم بابا میتونیم متاشون رو بگیریم. اگه نمیخواه رو نگیم. مردم دیگه نمیای. اصلا هیچ کس نیست. خب ولی اومد. خیلی لوت خفن. اصلا هیچ کس نیست ولی خب خیلی الان لوت بیام یا خفن نه؟ داره. اوکی اگه میخوای نه هر کار میخوای بکن. اگه نمیدیدی بگو من. باش بچه ما یه ویدیو دیگه قراره بگیریم، پرنکه، ولی بهتون نمیدونم راجع به چیه. خیلی خفن اون ویدیو به خاطر اینکه طول میکشه ادیتش و گرفتنش و اینا. یا ویدیو بعدی یا ویدیو بدترش اونه. درسته آیسان؟ سام 73 نفره. سعی مجم کن. من تازه چوبم منو فول نیست. من چوبم فوله. من فکر نکنم بتونم اون موقع بیام. این که مهم حالا میتونیم باید فقط شروع کنیم. حالا میتونیم وسطش هم بریم دنبال مهد. اوکی. یعنی برگردیم پایین. آره اوکی. خب من لوتام اوکی. من تنها چیزی که الان میخوام مگه گفتی انمی اینا رو بزنیم وضعیت میگیریم. انمی داریم. آها انمی داریم. بیا هلپ. دارم. اینجان کجا رفتن؟ به اینا آشش یکشون من تو فایتم ها اومدم. یکی ناک یارش من متام اوکی. یار نداشت. شاید باید شروع کنیم کم کم. چند نفره؟ 63 نفر. چه تیر زدی؟ اشتباه زدم. 63 نفر. یار داره ها. اوکی. من با یارش فایت نکنم. اوکی چی؟ اینو زدیم خدایی شروع کنیم. باشه 84 تا 39 تا دید مت نداشت. بودو بریم شوب داشت. شاید بود. از این تو بیا که این چی سبزت هم بگیری. این از اینا دیدی بگی. چیه؟ از همینه که چی میگم؟ اسکلت ها به اسکلت میده. نه بابا شهر بودو شروع کن. بودو این دستکش رفت. شهر بودو وایستا ای
51 نفره. خب بابا چیکار کنم؟ فال خوردم. برو تو بالا. تو برو. من میتونم بزنم بیا. بریم. تو رفتی دیگه برو. من متام خیلی کمه. ما میریم با این دوباره. کم نیست. کافیه فکر کنم کم. چی؟ متامون. ولی خب باید یکم بیشتر مد داشته باشیم برای اینکه چیز کنیم. حالا یکی من نهایتش برمیگرده. سام نرو همونجا وایستا. وایستا. سری. نه وایستا بابا وایستا. بابا بیا استرون داری. بیا. بذار من متامو خرج کنم تا متتو نگه دار. سام خیلی مریضی. آی خب نمیتونم برگردم. میتونی بابا میدونی مدنیس. متام کمه. نمیام شرف. من دیگه نمیام. بیا بابا بیا برات مدنیس متام دارم میکنم کم بود میتونی. سام. مدنیس مدنیس برات دراب میکنم بیا. فول مدنیس مدنیس. چیه؟ بابا اینا نکن استفاده برات دراب. دراب کنی 3 سال دیگه میاد پایین. از اینا اینا به چه درد هم میخوره؟ 2 تا برو مدکیت دارم. برو مال خودت بابا من نمیخوام. چجوری من برشون دارم. دیگه به من چه؟ خودت افتادی؟ آره بیلا خاک بر ببین سرمون. کل چیزام تموم شد افتادم. دو تایمون رو یعنی به فنا دارم بعد دوباره شروع کنیم. افتادی تو هم؟ یو علی بیا من نه شراب. بمونم اونجا. خب بیا دیگه. خب بگی شکری برام برگرست بیا هی دارم شکری 29 تا. زدمش. عجب تویی. بیا اینو برداریم کن. من همه چی فوله میدم بالا. خدافز. همه متان فوله. منم الان فول میکنم. من نزدیک بیا به فول نمیخواد. فقط آهن هست. نمیخواد بیا. به بازی ما چی حال مجازات کردی؟ بد داریم. حال کردی سام اینا رو بردم. اینا رو زدم وضعیتم خوب شد. آره همه گانای من اپیکه. ها؟ همه گانای من اپیکه. 3 تا گان اپیک دارم. من یه گانم میتیکه، یه گانم اپیکه، یه دونم چکش دارم 6 تا. چکش؟ چکش اشتباه گفتم بابا. چیز دستکش. من یه دونه شات اپیک دارم، یه دونه رایفل اپیک، یه دونه اس ام جی اپیک. حالا بیا مدنیس فول مهم است. نیست. من مت چوبم ته کشید. تو داری دیگه مت. آره یکم هم میگم این بالاتر خیلی پایینیم معلومیم قشنگ. میدونم الان دارم میرم. اومدم اول اینور بعد میرم. خب دیگه بسته بالا. میرم باز الان نه. بیا. نباید این کارو بکنی میدونی چرا؟ سام راحت‌تر بازی. زیرم رو ادیت نکنی یا بهت باش. بگم. منم ادیت نمیکنم زیر. چون الان وضعیتمون خوبه میتونیم وین بگیریم. اگه ادیت بکنی من دیگه نمیتونم اصلا بیام میدونستی؟ ها؟ سخت میگم اگه ادیت یاد کنم. داشتم میافتادم. چرا؟ وایسا نریا بیا کنار. ته کشی؟ بیا کنار. آره تا الان خوبه بذار اینجا وایسیم بعد زون بعدی شد بریم تو. نه بیا بریم جلو. مت بده. نه مت چی؟ بده. بیا مت بده. عالی.
انمی همینجا بمون. اگه نبینن ما رو خوب میشه اونا. یا خدا. مخصوصا اون یکی ها اونا خیلی خطرین. مدالیانه. آره. نه بیا کنار ادیت میخواستم بدم. ادیت میکردی بدبخت میشدی. بیا وضعیت داریم بچه حتما تو کامنت ها بگیم که ما چه ویدیوهایی بریم. بیا اوکیه من میتونم برم. من دوباره اونم برگشتم. من نمیتونم بیا. حیف. منم بیزم ولی بازم حسابه. نه من میتونم بیت کنم. در صورت بازم حسابه تو نتونی بیای. هم بیفتی هم حساب دوباره باید ببینیم ولی بالا. نه من بیفتم دیگه حساب نیست چون یکیمون الان بالا چون یه بارم افتادیم. سام دور بزنم نو. بابا چی شد؟ یکی دوباره زیر منو زد. خب الان میافتی؟ دوباره رفتم اونجا نمیتونه یارو بزنه. ماجی تو رو خدا نیاش بیفتی باختی. اگه دوباره منو بزنی نه گرم تو اسکای بیسی در واقع. راست. خب زیر منم بزنه. یارو زیر منو دوباره بزنه دیگه فکر مجبورم برم تو استور. مت داری سام؟ آره. چقدر؟ منم مت ندارم چیکار کنیم؟ بیا من دیگه نمیتونم بیام. نمیتونم این کارو بکنم. فوق گن زدم نمیتونم من دیگه برگردم. به احتمال زیاد زیر اون یکی هم زدم. واجی تو استور میم ولی مت نداری؟ نه یه دونه دارم. یه دونه آهن به دردت میخوره؟ نه چیکار کنیم؟ مجبوره یکیمون بره پایین ولی خب نمیتونیم. بعد دوباره بریم تو استور. وایستا من اوکیش میکنم. بذار بریم جلو. زیر اون یکی بیسمون رو نمیزد که من باش اومدم بالا. من مت دیگه ندارم چیکار کنیم؟ زیرمون رو زدم. چرا دروغ میگی؟ نه فکرم داشتم میزدم چون داشت یعنی کمتر میشد چیزم. دیگه مت نداری؟ نه تو همینجا بم. نه زیرمو بزنم پای من. یه رفت. تلاش کن فایت ندی. نه اتفاقا فایت بدم اونقدر بد نیست واسم. حاجی من نمیتونم میرم تو استور. چیکار کنم؟ همونجا بمون. هیلینگم 30 تا. مدمیستم 30 تا دارم. وای با مجبورشم بیام پایین شهر. نه نباید چالشو ببازی. شرط نمیتونم. تو یه دونه وای شرط نمیداری 2 تا هم. شرط اگه تو بتونی چیز بذاری پله بذاری مال تو حساب میشه. یه دونه نه چند تا باید بذاری. وایستا من فایت میدم. شرط بذار نمیتونم دمیجم 50. نمیشه الان سام. ها ناک سکوت کن. شرط وای نمیتونم. مجازات شده رفت. باخته. کامایی باید پله بذار نظرم یا برو یه جای بلند که بیلد باشه مثلا اینجا بیلد بزن. نمیتونم هیچ کاری کنم. وای مردم من.
جون تو رو خود فای ما باختیم بچه. آره خب بچه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین، حمایتمون کنین دیگه نشد دیگه. حالا بازم از این ویدیو واسهتون میذاریم، حمایتمون کنین، ساب یادتون نره، فالو کنین پیج اینستامون، لایک کنین، کامنت انگلیسی هم بذارین. تا ویدیوی دیگر خدا نگهدار.